حالا دوستان ارجمند ما با تماشای لحظه های بهترین این رقابت که مخصوصا با گل رسول فیض آغاز می شود در دقیقه 8 گل به اجازه گزارش مستقیم خود را به انجام می‌رسونیم. این گزارش را البته برای شما تهیه کردند گروه کلون تکنیکی تلویزیونی ورزش از ورزشگاه مرکزی شهر وحدت که بازی دوری هشتگ‌های جام تاجیکستان با اشتراک دسته‌های دوشنبه 83 و ریگارد تداس بود که باعث 0-1 فوتبالبازان ریگارد تداس در سفر غلبه خود را به دست آوردند و البته ما مبارکباد میگیم مخلصان و هواداران دسته ریگارد تداس را یکی از دسته‌های سرجوش‌ترین کشور و مخصوصا در جام تاجیکستان. و اکنون ما منتظر میشیم که در مرحله چهارگانه‌های چگونه ریگارد تداس بازی‌های خود را ادامه میدهد و چگونه دوشنبه 83 در ادامه مرحله دوم چمپیونات تاجیکستان بازی‌های خود را به راه میماند. این دسته میتواند در لیگ اولی باقی ماند یا نه البته وقت نشان میدهد، چون که دسته دوشنبه 83 در مرحله اول علاقه اثبات کرد که میتواند در موسم امسال چمپیونات تاجیکستان در لیگ اولی ارزنده بازی کند. من بابا خان مرزاده بودم این بازی را برای شما شرح و توضیح دادم. دوستان ارجمند تا برنامه‌های دیگر صحتمند و پیروز باشید. روز دیگر حتما بازی دیگری دوری مذکور البته با اشتراک یک چند دسته ها مستقیما توسط شبکه ورزش و فوتبال منظور شما میگردد. صحتمند و پیروز باشید.